خب سلام مجدد، امیدوارم حالتون خوب باشه. من این بخش رو که این بخش و بخش بعدی که سر کلاس ضبط کردم هماهنگی صدا و تصویرش به هم ریخته بود. به همین دلیل دوباره ضبطش میکنم. ما تا اینجا مباحثی که پوشش داده شد یک سری مباحث تئوری در رابطه با خود استفاده از LLM ها برای کاربردهای ایجنتیک بود و معرفی کلی اون 5 تا ابزاری که قرار ازشون استفاده کنیم در ساختن چت بات. سپس توضیحات کلی و معرفی کامپوننت های اصلی لنگراف شامل استیت، نود، ایدج و خود ساختن گراف و اینووک کردن گراف رو با 2 تا مثال کار کردیم و من توضیح دادم. حالا میخوایم یک سری کامپوننت های مربوط به خود لنگ چین که کور کامپوننت های مورد استفاده در فریمورک لنگچین و لنگراف هر دوتاش هست رو معرفی کنم که خب قاعدتا ما در یعنی از این کامپوننت ها قرار استفاده کنیم، از این ماژول ها استفاده کنیم در طراحی چتباتمون مبتنی بر لنگراف. صرفا چون اینها یک سری کاربردها و ماژول های پایه هستش، شرکت لنگچین دوباره برای لنگراف برنامه‌ریزی نکرده و داره از همون کامپوننت هایی که نوشته شده و مورد استفاده در لنگچین هست استفاده میکنه. در قدم اول که باید API کی ها و ولیو هاش به درستی تنظیم بشه، ما در اینجا از گوگل API کی قرار استفاده کنیم که در گوگل AI استودیو گرفته شده برای استفاده از مدل های جمنای. اما خب مدل دیگه هم که اینجا استفاده میکنیم GPT-4 اومینی هستش که پرووایدرش اول AI هستش. API که اونجا رو هم ست کردیم. یکی از راههای درست ست کردن API ها برای اینکه شما نیازی نباشه هی در کامپوننت هاتون در ماژول هاتون معرفیش کنید، اینه که به شکل یک OS environment معرفیش کنید و اونجا تنظیم بشه و در اپلیکیشن های مختلفتون که میخواین استفاده کنید. میتونید هم یک فایل .env یا یک فایل جیسونی در کنار فایلاتون قرار بدین و از روی فایل ها اون مقدارهای API کی رو بخونید. در هر صورت کار خطرناک اینه که API کی رو به صورت مستقیم در کدتون قرار بدین، چون خب این کد در بستر اینترنت میره استفاده میشه و نباید همچین حرکتی رو یه جورایی بزنید و داشته باشین توی کدتون. پس قدم اول API کی هایی که مورد نیاز هست رو در OS environment خودتون در فایل کناری کدتون یا به هر شکلی که میدونید قرار بدین که در ادامه ازشون استفاده کنید. اولین کامپوننتی که قرار ازش صحبت کنیم و استفاده میشه خود چت مدلز هستش. چت مدلز اینجا به معنی اون مدل هایی هستش که ما به صورت API دریافت میکنیم، مدل هایی که الان instruction fine tuned شدن برای حالت چت، یعنی مدل هایی که دیگه صرفاً بیس مدل next word prediction نیست، بلکه فاین تیون شده در حالتی که ما سیستم پرامپت داریم، یوزر پرامپت داریم و حالا کاربردهای دیگه که خب در ادامه ابتدا مدل ها وقتی فاین تیون می شدن صرفاً برای این بودن که به صورت چت استفاده کرد. کم کم قابلیت های مختلف structured output دادن و تول یوز که در ادامه خواهیم پرداخت، اینها هم در فاین تیونینگ خود مدل ها قرار داده شد، اینستراکشن فاین تیونش، و میتونیم استفاده کنیم. به صورت کلی چت مدل مدلیه که ما به صورت پیام های به صورت حالت چت باهاش گفتگو میکنیم. حتی در کاربردهایی که در حال حاضر ما ممکنه که صرفا بخوایم یه ورودی رو بسازیم و یه ورودی رو پردازش کنیم و اصطلاحاً چت به معنی چت بات هم نداریم، از چت مدل استفاده میکنیم، چون خب در حال حاضر مدل اینستراکشن فاین تیون شده شرکت هایی هست که API ارائه میدن. اگر مدل از خود چت اوپن ای آی دارین میسازین و از خود شرکت اوپن ای آی هست که بیس یو آر ال نداره، اما اگر پرووایدرش جای دیگه ای هست یا مدل دیگه ای دارین استفاده میکنین، به صورت کلی نیاز هست که اینها رو هم در آرگومنت های تابعتون قرار بدین، آبجکتتون قرار بدین و میسازیم. ما اسمش رو میذاریم GPT-4 او چت، اسم این مدل رو. در تمرین توصیه شده که از این مدل استفاده کنید.
کدی که خود ما هم نوشتیم از این مدل استفاده کردیم. در این کارگاه از GPT-4 اومینی استفاده شد برای اینکه سرعتش سریعتر، سرعت پاسخدهیش سریعتر هست، مخصوصا در اولین پیامی که میخوایم ارسال کنیم. جیمینای 1.5 فلش حداقل برای من به این شکل هستش که مقداری زمانش طول میکشه تا پاسخ بده. ولی به صورت کلی ساخت دوتاش میبینید از یک شکل کلی تبعیت میکنه. ما نیازه که اون چت مدل رو از اون که ماژول خودش، از اون کتابخونه خودش ایمپورت کنیم و سپس اون رو بسازیم. مدل نیم نیاز داره و حالا اگر که بیس URL یا چیز دیگه وجود داره باید استفاده کنیم. میشه مثلا یکی از چیزهای دیگه‌ای که استفاده کرد و اتفاقا خوبه، مکس توکن آوتپوت رو شما مشخص کنید در چت مدلی که میسازید. این باعث میشه که مدل در اون تعداد توکن حد اکثر جنریت کنه برای پاسخ دهی. بعد از اینکه چت مدل رو ساختیم، ما میخوایم با مدل کار کنیم و بهش ورودی بدیم و ازش خروجی دریافت کنیم. ورودی دادن به مدل های چت مدل های داخل لنگچین و لنگگراف به این شکل هستش که شما باید مسیج هایی از جنس سیستم مسیج، هیومن مسیج بهش بدین، یا حالا مسیج های تولیوز که خودش استفاده میکنه. در بخش های بعدی قرار ازش صحبت کنیم. اینها معادل همون سیستم پرامپت و یوزر پرامپتی هستش که API رو به صورت بدون استفاده از این لنگچین لنگگراف وقتی میخوایم استفاده کنیم ازشون داریم استفاده میکنیم. و حالا چرا لنگچین به این شکل استفاده میکنه؟ یه مقدار حالا ظاهرش شاید در اصل یه مقدار متفاوت به نظر بیاد با اون حالت دیکشنری که ما توی API کال خود مدل ها استفاده میکردیم. دلیلش اینه که اون با این آبجکت هایی که میسازه خودش کارهایی انجام میده و به این شکل طراحیش کرده. یه تفاوت ریز دیگه هم که وجود داره، ما اونجا میگفتیم سیستم مسیج و یوزر مسیج یا سیستم پرامپت و یوزر پرامپت. اینجا سیستم مسیج هست و هیومن مسیج. اون پیام ورودی ما به مدل رو اسمشو میذاریم هیومن و خروجی که به ما میده AI مسیج هستش که در ادامه خواهیم دید. ما مسیج ها رو میسازیم و میتونیم با استفاده از مسیج هایی که ساختیم مدل رو اینووک کنیم. اینووک کردن مدل یا به صورت کلی اینووک کردن اشیایی که رانبل هستن در لنگچین، مثلا اینجا GPT-4 و چتی که ما ساختیم، به این معنی هست که ورودی رو بهشون میده و اون خروجی رو در نهایت برای ما تولید میکنه. توی گراف هایی هم که بخش قبلی ما داشتیم، گراف ها رو اصطلاحاً اینووکشون میکردیم. اینجا مدل دات اینووک رو که بزنیم میبینیم که یه خروجی به ما میده از جنس AI مسیج که کانتنتش اون متن پیامیه که خروجی به ما داده میشه و استفاده میکنیم و یه مقداری حالا اطلاعات دیگه‌ای متادیتاتور مانند مثل اینکه چقدر توکن استفاده کرده و اطلاعات دیگه‌ای که ممکنه در برخی از کاربردها مورد نیاز باشه که عموما حالا خیلی احتیاجش نداریم. برای اینکه شکل مناسبی عموما ما بخوایم پیام هامون رو ببینیم، از دستور پرتی پرینت استفاده میکنیم که ریسپانس رو بزنیم خودش به این شکل نمایش میده. الان ما صرفا یه پیام داریم AI مسیج و اون متنی که برامون تولید شده. البته میشه که به شکل، یعنی لنگچین خودش اینو ساخته که به شکل اون حالت مسیج هایی که ما توی اوپن AI کلاینت با مدل ها صحبت میکردیم، LLM کال میکردیم، از اون هم استفاده کنیم. دقیقا رول سیستم، رول یوزر، رول اسیستنت و به این شکل که یه شکل حالت دیکشنری مانندی وجود داره و این رو هم دقیقا میشه به عنوان ورودی یا این دات اینووک چت مدل داد و ازش خروجی گرفت. اما مسئله کس در هر صورت خروجیش به شکل اینی، اگه شما به این شکل ورودی بدین و به چه شکل خود آبجکت های لنگچین به ما خروجی و AI مسیج میده. یک آبجکت AI مسیج هست که به عنوان ورودی تولید میکنه و به شکل خروجی که عموما ما از خود اوپن AI کلاینت میگرفتیم نیستش. ما میتونیم از مدل جمینای هم استفاده کنیم. میگم مدل جمینای یه مقدار مخصوصا در اولین LLM کالی که ما داریم سرعتش پایینه. بر حسب تجربه حدود 1 دقیقه طول میکشید پاسخ اولین پیامی که میخواست تولید کنه. در موقع ساختن کلاینتش به نظر من یه مقدار به این شکل، البته شاید با IP متفاوت و
اینترنت متفاوت شما تجربه دیگه ای داشته باشین. به صورت کلی سرعت مدل مناسبه. یعنی وقتی که حالا من الان اینو گذاشتم ران بشه، بعد میبینید پیام بعدی رو که براش بلافاصله ارسال میکنیم با متن متفاوت، اون با سرعت مشابه با همون GPT-4 اومینی به ما پاسخ میده، اما پیام اول یه مقدار طول میکشه. تا این پیام داره تولید میشه، اولین چیزش که معطل هستیم، یه مرور تا اینجا من بکنم. ما پس API کی ها رو میتونیم ست کنیم و باید ست کنیم در اول. سپس چت مدلز داریم، مدل هایی که بهشون ورودی میدیم و ازشون خروجی میگیریم. این ورودی و خروجی گرفتن با چت مدل ها به شکل مسیج هایی هستش که سیستم مسیج و هیومن مسیج رو ما ورودی میدیم، یا اگر هیستوری از مسیج ها داشته باشیم، سیستم مسیج، هیومن مسیج، AI مسیج و در ادامه اینها ادامه داره. خروجی که ما انتظار داریم وقتی که ما لیستی از مسیج هایی که به مدل میدیم و عموما آخرش هیومن مسیج هست، یک AI مسیج در ادامه صحبتامونه که اون رو ازش دریافت میکنیم. به شکل مختلفی میشه که ورودی رو داد. حتی ما ورودی رو اینجا که دقیقا از GPT-4 جمنای میگم جمنای از مدل جمنای استفاده کردیم، میبینیم که اصلا سیستم مسیج ندادیم، هیومن مسیج هم آبجکتش نساختیم، استرینگ رو به صورت مستقیم داخل اون خود چت مدل قرار دادیم. این به صورت کلی اون سیستم پرامپتش روی سیستم پرامپت دیفالت API در نظر میگیره و این استرینگی که شما داخل تابه نوشتین رو به عنوان هیومن مسیج در نظر گرفته و همون رو باهاش مدل رو کال میکنه. میگم حتی الان میبینیم که این بار بیشتر از 1 دقیقه هم طول کشید. اگر تمرین رو دارین با این مدل میزنید که باز هم پیشنهاد میشه که با این مدل کار کنید، با اینکه مدل رایگانی هست، به ما ریکوست پر منیت 15 تا میده که حتی GPT-4 اومینی که من فعلا از پرووایدری که دارم در اختیار دارم 3 ریکوست پر منیت هستش، کمه. اما و مدلیه که ریزنینگش خوبه، قابلیت های structured output tool use و غیره رو بهمون میده، اما سرعت این مدل مقداری پایین هستش. البته حتما باید مطمئن بشید که اتصال شما به اینترنت هم درسته که من یه چکی باید این رو انجام بدم. خب با تغییری که توی چیز دادیم، البته من میخواستم مدلی هم که اضافه کنم، لامای 3 رو هم براتون اضافه کنم که از توگیدر AI دریافتش کردم و یکم هم اتصالات اینترنت و اینها رو مطمئن تر شدم ازش. و اول از همه این که خب مدل توگیدر AI هم به این شکل میشه که ساختش. حالا فعلا من اینجا ساختمش و رانش کردیم. چیزی که وجود داره اینه که مدل جمنای گوگل با عوض کردن اینترنت پاسخش درست شد. البته میگم پاسخ اولیه‌اش 1 دقیقه طول کشید، ولی مثلا I am a CS student یه پاسخ بعدی رو که بخوایم بهش بدیم، یه آره دقیقا سرعتش خیلی عوض میشه و بهتر میشه. میبینیم هم که پاسخش رو به شکل اینجوری پرینت کنیم به چه شکلیه. پاسخ خیلی طولانی داد. لاموسه هم تازه اضافه کردم ببینیم که پاسخش و حالا شکلش به چه شکلیه. اون هم مدل به نسبت سریعیه و قابلیت هایی که نیاز داریم و میتونه برامون فراهم کنه. شما هم میتونید از لامای 3 70 میلیارد استفاده کنید و هم میتونید از جمنای استفاده کنید. هر دوش گزینه های خوبی هستن. بخش بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم بحث structured output هستش. با خود Open AI کلاینت میشه یه بخشی از structured output رو انجام داد. حالا ببینیم که داخل ما کدی که داریم به شکل کامپوننت های لنگچین چه کاری انجام بدیم. کاملا مشابه با همون حالتی که ما با OpenAI میخواستیم کلاینت یک structured outputی از مدل بگیریم. اول اون استراکچری که ما میخوایم واقعا خروجی داشته باشیم رو طراحی میکنیم. این استراکچر از یک پایدانتیک آبجکت ارثبری میکنه. پایدانتیک آبجکت بیس مدل کلاس خودمون رو میسازیم و سپس فیلد هایی که میخوایم رو براش مشخص میکنیم. دقیقا هر کدوم با نوعی که داره و به همراه فیلد بخش دیسکریپشنش که دیسکریپشنش کمک میکنه که بفهمه که
هر کدوم از این بخش های structured output به چه معنی هست و چه کاری رو برای ما انجام میده و باید انجام بده. structured output هدفش اینه که در نهایت ما بتونیم که مدل ازش خروجی ساختارمند بگیریم و بتونیم از اون خروجی ها استفاده کنیم. سپس چیزی که وجود داره structured LLM رو میسازیم. اینو به چه شکلی میسازیم؟ حالا هر اسم عذرخواهی میکنم، هر اسم دیگه‌ای خودتون هم میتونید روش قرار بدین. کاری که ما انجام بدیم اینه که چت مدلی که داریم رو فقط بزنیم .with structured output و داخل آرگومنت اون ما اون کلاسی که به عنوان structured output ساختیم رو بهش بدیم. اینجا من کدش رو ران کنم و حالا اگه ازش بخوایم که tell me a joke about cats for example که این رو داشته باشیم میبینیم که برامون در همون کلاسی که میخواستیم ساخت و خروجی داد. دقیقا کلاس جوک ساخت، یه ستاپ داره، یه پانچلاین داره و یه ریتینگ داره و میتونیم که پرینت کنیم و اون ریتینگش رو ببینیم. حالا این میتونست به جای GPT-4 و چت یه مدل دیگه باشه، مثلا لامای 3 چت باشه، ببینیم که این مدل به چه شکلی عمل میکنه. این مدل رو یه چت مدل دیگه بهش دادیم و گفتیم tell me a joke about cats، همون ورودی بهش دادیم. میبینید ورودی هم میتونستیم به شکل human message و سیستم مسیج و human message لیستی از مسیج ها بهش بدیم، ولی یه مسیج استرینگی ساده هم قبول میکنه و این رو هم یه جوک دیگه بهمون داده و استفاده کردیم. پس برای structured output گرفتن ساختار استراکچری که میخوایم با عنوان خروجی بگیریم رو مشخص میکنیم. سپس چت مدلمون رو میزنیم، اون چت مدلی که داریم with structured output و به همون اون چیزی که میخوایم رو میده. و یه API دیگه که قرار ازش استفاده بشه API سرچه. ما نیاز داریم که توی چت بات هایی که می نویسیم گاهی اوقات سرچ انجام بده چت باتمون و این از طریق یک API انجام میشه. این شرکت تحویلی به همون تحویلی API رایگان استفاده از سرچ رو میده به شکل محدودی که البته شکل محدودش هم واقعا کافی هستش. نحوه کار کردن باش اینه که ایمپورتش میکنیم و سپس صرفا کافیه که کوئری رو بهش بدیم، یعنی آبجکتش رو بسازیم، آرگومان هاش رو مشخص کنیم، مثلا مکس ریزالت رو زدیم 3 که 3 تا جواب بهمون میده و دات اینوک رو بزنیم و این به همون یک لیستی برمیگردونه از سرچ هایی که انجام داده، URLش چی بوده و کانتنت اون صفحه‌ای که خونده و سرچ رو برش انجام داده به چه شکلی بوده که یک کانتنت بزرگی است. پس این هم به راحتی به ما قابلیت سرچ بهمون میده و میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا بیایم با استفاده از مفاهیمی که از خود لنگراف یاد گرفتیم که چجوری یک گراف رو بسازیم و حالا که میدونیم چجوری میتونیم از کامپوننت های لنگچین استفاده کنیم که با LLM ها کار کنیم، یه حالت چتبات خیلی ساده یا یه بیشتر میشه گفت یه کاربرد ساده ازش رو ببینیم که به چه شکلی است. میخوایم یک حالت چتباتی بسازیم که این یوزر کوئری رو از کاربر میگیره و اگر سوال در رابطه با مباحث غذایی بود و در رابطه با پخت و پز و آشپزی بود، اول کوئری که کاربر داده که به صورت چت مانند هست، شاید اطلاعات دیگه ای داشته باشه، کوئریش رو ریرایت کنه، کوئریش رو مناسب تر کنه برای سرچ در اینترنت، بعد بره سرچ کنه، جواب سرچ رو بیاره و از روی جواب هایی که آورد و سوال کاربر پاسخ کاربر رو بده. به عبارت دیگه چیزی که ما اینجا داریم یک مدل بهینه تر شده سرچه که از LLM ها در دو بخشش داریم استفاده میکنیم. یکیش داریم از LLM ها استفاده میکنیم که کوئریمون رو ریرایت کنه و دومی داریم استفاده میکنیم که جواب رو بهمون بگه. و چیزی که وجود داره اینه که حتی ما یه بخش دیگه هم داریم ازش استفاده میکنیم، اون همینه که تصمیم بگیره که آیا این سوال مرتبط با پخت و پز هست یا نیست و اون تصمیم رو هم منطقش رو میدیم به مدل. حالا ببینیم چجور میسازیم. ابتدا باید مثل قبل یک استیت بسازیم. داخل استیتمون اون اطلاعاتی که بین گره ها و اون یال ها داره پاسکاری میشه و داره پیش میره مشخص کرده باشیم. بعد از اینکه اینا رو مشخص کردیم که حالا در این
گراف ما یوزر کوئری هستش، ریتن کوئری هستش، سرچ ریزالت ها و فاینال آنسر. سپس گره هامون رو طراحی میکنیم. ما یه گره نود کوئری رایت داریم. این گره کوئری رایت یه پرامپتی به این شکل داره: please rewrite this query suitable for search engines و یوزر کوئری رو میگیره و این رو باش GPT-4 و چت رو اینووک کرد. و سپس اون قسمتیش که ما باش کار داریم کانتنت پاسخه. چرا؟ چون پاسخ یک AI مسیجه و ما چیزی که لازمش داریم کانتنت اون مسیج. و حالا من زدم یه سری پرینت و اینها هم برای اینکه ببینیم روندش چیه در ادامه داشته باشیم. و میایم توی استیت نهایتاً اون ریتن کوئری رو قرار میدیم. یعنی ما توی این گره ابتدا میایم یوزر کوئری رو از روی استیت میخونیم که آقا یوزر کوئری الان چیه. سپس اون کاری که LLM حالا میخوایم برامون رو انجام میده. سپس دوباره قرارش میدیم اون بخشی که اطلاعاتی که تغییر کرده چیز دیگه ای رو داخل استیت و استیت رو ریترن میکنه. نود بعدی بحث سرچ در اینترنت هستش. ریترن کوئری رو از استیت میخونه، این رو داخل اینترنت سرچ میکنه و ریزالت هاش رو به شکل استرینگ داخل استیت قرار میده. استیت کدوم بخشش؟ سرچ ریزالتش قرار میده. و نود سوم جنریت انسر هستش. نود جنریت انسر یوزر کوئری رو میگیره، سرچ اینفو رو هم میگیره، یا سرچ اینفو ما داریم یا هیچ سرچی پیدا نشده که اینو میگم برای چی هستش. سپس با توجه به کوئری کاربر و اطلاعاتی که از اینترنت آورد میگیم که پاسخ برامون تولید کنه و سپس پاسخی که تولید کرد رو داخل فاینال انسر قرار میدیم. این رو من بزنم اجرا بشه. حالا یه بخش دیگه هم البته ما داریم، همون بخشی که من در ابتدای امر گفتم، اینکه اگه سوال مرتبط با حوزه پخت و پز غذا نیستش در اینترنت سرچ نره تو اینترنت سرچ کنه و کوئری رو ریرایت کنه و اینها، صرفا یه پاسخ کلی به کاربر بده. چجوری اینو حل میکنیم؟ برای اینکه چون این تیکه از کد یه چیز true false ما احتیاج داریم که به تصمیم بگیریم که آیا یعنی LLM میخوایم برامون، این مثلا این تصمیم رو میخوایم چون LLM بگیره یه structured output مشخص میکنیم، اسمش رو میذاریم is related که ریزنینگ استپ داره و یه فلگی داره is related. ابتدا ریزنینگ استپش رو قرار میدیم که خب یه مقدار فکر کنه ببینه که آیا این پاسخ کاربر مرتبط هست یا نیست. میتونستیم قرار ندیم و کار میکرد و اتفاقا مدل هایی که خوب باشن نیازی ندارن به این تیکه از اصطلاحاً چین آف تاتش برای فکر کردن، اما میتونه هم وجود داشته باشه و استفاده کنیم. حالا برای مثال آورده شده. و سپس is related که در نهایت به ما میگه که آیا این مرتبط هست به حوزه پخت و پز غذا یا مرتبط نیستش. و یه یک کاندیشنال اج میخوایم بسازیم در ادامه که این تابع پایتون اون تابع دیسایدرش هست، تابعی که تصمیم میگیره که کدوم مسیر رو بره. به چه شکلی؟ میگیم که is related state رو دریافت میکنه و خروجیش دو تا چیز میتونه باشه: نود query write میتونه باشه و نود generate answer میتونه باشه. چرا؟ چون این قراره در ابتدا این نود قرار بگیره و اگر که مرتبط هست میره query write رو انجام بده و در ادامه متصل بشه به سرچ کردن و سپس جواب. ولی اگه اصلا مرتبط با پخت و پز نیست نره در اینترنت سرچ کنه و یه پاسخ جنرال بده. به خاطر همین وصلش کردیم به نود جنریت انسر. میتونستیم متصلش کنیم به یه نود دیگه ای مثلا فال بک و به کاربر بگیم که نه ما در این حوزه به تو پاسخ نمیدیم، محترمانه البته و درست در حالا این استانداردهای ساخت چت بات. ولی حالا گفتیم اگه یوزر کوئری کاربر اومد، دیزاین اینجا به چه شکلیه که بهش پاسخ میده، اما دیگه این پاسخ رو در اینترنت سرچ نمیکنه. این هم پس استراکچرد اوتپوتیه که ساختیم و سپس کاری که انجام میدیم GPT-4 و چت رو که چت مدلمون هست میزنیم with structured output is related و قرارش میدیم در این اسم که میخوایم ازش استفاده کنیم و سپس کوئری رو میتونیم با این اینووک کنیم. این ریسپانس الان از جنس is related قراره باشه و این ریسپانس is related ما کار داریم با اون قسمت اون فلگ is related بودنش و با این فلگ و ریسپانس داد is related رو که بزنیم اگه true باشه یعنی پس مرتبط بوده بره به نود query write و اگه مرتبط نبوده بره به نود generate answer.
و در آخر هم گرافمون رو میسازیم که گرافمون باید ابتدا استیت رو براش مشخص کنیم توی بیلدر، گره هامون رو اضافه میکنیم و بعد یال هامون الان به چه شکلی؟ استارت از همون ابتدا یه کاندیشنال اج داره، میگه استارت کاندیشنال اجش به شکل ایز ریلیتد، یعنی استارت که اومد ایز ریلیتد تصمیم بگیره که این تابع هستش، که حالا بهتره که این دوتا اسم دوتا چیز مختلف باشن. اینجا داریم استفاده میکنیم، خیلی خانای کد بالا نیست. من این تغییر رو بدم. میگیم که اگر که از این تابع دیسایدر استفاده کن و برو ببین که باید بری به نود کوئری رایت یا نود جنریت انسر، و بعد از اون نود کوئری رایت اتصال داره به نود سرچ اینترنت، نود سرچ اینترنت اتصال داره به نود جنریت انسر و نود جنریت انسر اتصال داره به نود اند. و حالا این رو میزنیم کامپایل بشه. رسمش هم که بخوایم بکنیم ببینیم به چه شکلی شد، این شکلیه. استارت کاندیشنال اج داره که یا میره به نود کوئری رایت یا نود جنریت انسر. اگه رفع کوئری رایت میشه، تغییر میکنه، بعد با استفاده از اون کوئری که رایت شده اینترنت داخل اینترنت سرچ میکنه و میده به نود جنریت انسر که جنریت کنه، و اگر هم چیزی نداشت نود جنریت انسر بر اساس کوئری کاربر جواب میده. و اتفاقا اینجا به همین دلیل هستش که اینجا سرچ اینفو که ما داشتیم سرچ ریزالت نو سرچ ریزالت فاوند هم داشتیم، که اینجا اگر چیزی نبود پاسخی به کاربر از طریق سرچ داخل اینترنت نده. هرچند میتونه حتی یه جور نوشته بشه که اینووکش متفاوت باشه، که اگر این خالی بود نان بود به یه شکل اینووک کنه، اگر نبود به شکل دیگری اینووک کنه. حالا اگه بزنیم که مدل اجرا بشه، یوزر کوئری دادیم I need to baking how to bake a chocolate cake، ابتدا رفت is related، اون یاله که دیساید میکرد یه ریزنینگی داشت و سپس is related فلگ رو ترو کرد چون مرتبط بود، سپس رفت به نود کوئری رایت. در نود کوئری رایت این کوئری که داشتیم به شکل دیگه ای نوشته شد. مدل تصمیم گرفت که این شکلی تو اینترنت سرچ کنه بهتره، شاید بهتر نباشه، نیاز باشه پرامپت انجینیرینگ کنیم، تغییر بدیم که سرچ های بهتری در اینترنت داشته باشه. سرچ کرد در اینترنت، جواب ها رو اوورد، سپس رفت به نود جنریت انسر و انسر رو جنریت کرد که به این شکل هستش. ما میبینیم که چون ما سرچ تو اینترنت داشتیم لینک داده به اون جواب سرچ هایی که میخواستیم. این حالا خود API تصمیم گرفته، یعنی خود LLM تصمیم گرفته، چون خب دیده که عموما وقتی که لینک داره باید سایتیشن انجام بده به اون لینک. حالا میتونیم به راحتی با فاینال استیت رو ببینیم که حالا اون جوابیه که گراف رو اینووک کردیم، گرافی که اسمش رو گذاشتیم ادوانس سرچ گراف، اینجا ازش اینجا builder.compile که زدیم قرار داریم تو ادوانس سرچ گراف. حالا میتونیم از فاینال استیتش رو ببینیم. فاینال استیت اون حالتیه که ما ورودی دادیم، گراف اجرا شده و حالا خودش رو قرار داده در فاینال استیت، و ببینیم که هر کدوم از متغیرهامون چی هن که ما خب با فاینال انسر کار داریم و میتونیم ببینیم که فاینال انسرش به این شکل هستش و پاسخیه که به ما داده شده. این یک بخشی بود در رابطه با کامپوننت های مورد استفاده برای کار با LLM ها در حالت های مختلف در لنگچین و لنگگراف، که خب شامل این بود که چجوری خود مدل ها رو بسازیم بعد از اینکه API کی هاشون رو قرار دادیم، مسیج ها چی هستن و اونها ورودی های به مدلن که خب به چه شکلی میتونیم بنویسیمشون و به مدل ورودی بدیم. سپس بحث structured output گفتیم که چجوری از LLM میتونیم به اون شکلی که میخوایم ساختار خروجی بده که بتونیم ازش استفاده کنیم. تبدیلی سرچ API گفتیم که به ما کمک میکنه در ساختن چت باتمون سرچ رو انجام بدیم، و یه مثال حل کردیم که این مثال رو به صورت کامل توضیح دادم و میتونید که باز هم داخل دفترچه کدهاش رو تغییر بدین ببینید و باهاش کار کنید.